که دقیقاً چه اتفاقی؟ ببینید اولا میتونستن سردار سلیمانی رو ترور بکنن بدون که به عهده بگیرن. برای چی به عهده گرفتن؟ برای اینکه بگن ما قدرت داریم میزنیم، شما هم نمیتونید کاری بکنید. همین داستان این بود و ما پاسخ دادیم، زدیم، بگیم که اینطوری نیستش که شما بزنید و درید. ولی در این سوله هاشونه که آره دیگه ببینید الان ببینید این که خورده، الان ببینید اینا همه بین رفته. بعد از یعنی اینا هم این دوتا هم که می‌بینید سالمه از بین رفته، بعدش ببینید همه رو جمع کردن. داخل اینا خب چیز بود دیگه، هواپیما بود، هلیکوپتر بود، هواپیمای بدون سر. کشتم داده. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. هدف قرار دادیم عین الاسد رو، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ آماده بودیم برای چی؟ آماده بودیم تو مرحله بعد که اگر اونها پاسخ بدن در واقع شروع بکنیم به زدن پایگاهی امریکا. حالا شاید اون شب شروعش با عین الاسد بود ولی ادامهش دیگه همه پایگاه منطقه درگیر می‌شدیم دیگه، یعنی همه جا رو باید می‌زدیم و 400 تا موشک آماده کرده بودیم برای همون لحظات اول. ما خودمون آماده کرده بودیم برای ادامه درگیری، ولی خب به هر حال امریکایی‌ها تصمیم درگیری، ادامه درگیری رو نداشتن. رفتن به سمت اینکه موشک‌های ما رو منهدم کنن؟ نه ببینید اینها یه توانمندی‌هایی دارن ولی ما هم بلدیم چجوری بجنگیم دیگه. تو این چند سال یاد گرفتیم، هم سپرشون رو میزنیم هم خودشون. یا کل پایگاهی که تو منطقه دارن یه مرحله در یک لحظه میشه مثلا با 500 فروند موشک شلیک همزمان اینا رو کلا از رده خارج کرد و ضربه سختی بهشون وارد کرد که نشه جبران کرد. من یک روزی یه ملاقاتی داشتم با فرمانده نیروی هوافضای روسیه. یه روزی اومده بود ایران، من فیلم‌های خلیج فارس رو نشون دادم که با پهباد میریم بالا سر ناوها. به من گفتش که اونا نمیزنن، نمیبینن، نمیترسید. گفتم ژنرال امتحان کنین کارو. رفتن رو ناو امریکایی. من بهشون گفتم ژنرال نگران نباش، ببین اینا دارن فرمانده نیروی هوافضای روسیه. بعد گفت چطور نمیزنن؟ گفتم جرئت نمیکنن، بزنن ما میزنیم. ولی بالاخره زدن عین الاسد کار کوچیکی نبود که حالا بعضی از دوستان مثلا بگن نه حرکت هماهنگ بود. نه اگه ما با آمریکا هماهنگ بودیم که دیگه این درگیری‌ها، ولی وحشت زدن، میترسن. یعنی همین روزا که مثلا هواپیمای به 52 شون میاد و میره و اینا، الان این روزا این خبرها هست. اینا ببینید اینا ناشی از نگرانی اینهاست، اینا ترس دارن، اینا وحشت زدن. حالا هر کس هم مثلا اونا نگرانن که بالاخره ما حرکتی بکنیم و اقدامی بکنیم. اینا همه در واقع در واکنش به اقدام احتمالی ما هست. اونا نگران هستن، با حضورشون نمیتونن کار. همین هواپیما رو که اشاره کردید دیدید چه سر صدایی بخوام به راه بندازن و میان؟ ببین اولا این هواپیما قدیمیه، موشک خوره. این B-52 به مراتب راحت تر از MQ-4 اون هواپیمای به اصطلاح جاسوسی امریکاست. این الان MQ-9 جنوب جاسکه ها. آره اینجا داره پرواز میکنه. این نزدیک شه به اون خطی که نباید. آره دیگه ببینید اونجا الان هستی خطوط باشه دیگه، عملا نشون دادیم که تعارف نداریم دیگه. حالا اون یکی چیه؟ RQ-4 همون لنگی همونی که خورد الان اونجاست. ببین نزدیک